هرچی میجویی بجو، فارسی گویی دری گویی برو، هرچی میگویی بگو. با مقصد تطبیق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت دستگیری جوانان لیاقتمند، قشرهای آسیب پذیر جامعه، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی و بلند برداشتن ذوق بدیعی کودکان و نورسان معیوب، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، تشویق و تبلیغ غویاهای سازنده حزب و سزاوار استقبال نمودن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سه دور نهیوی، شهری و جمهوریوی آزمون ما با شمایم از روی سه نامیناسیا: مهارت سخنوری و قرائت شعر، مهارت سرودخوانی و نواختن اسباب‌های موسیقی معاصر و خلقی برگزار گردید. آن نفرانی که غالب می‌گردند به دور شهری یعنی به کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک در شهر دوشنبه پیشنهاد می‌گردند و همزمان در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک با روزهای نزدیک این آزمون برگزار می‌گردد و به دور شهری نیز پیشنهاد می‌گردند و دور شهری آن ماه ایون سال جاری در شهر دوشنبه با تشبث دستگاه مرکزی حزب خلقی دموکراتیک برگزار می‌گردد. ای جانی من، جانم فدای تو، ای عشق ای وطن، جانم فدای تو، ای رشگی سوزی همیشگی، ای مهری به سخن، جانم فدای تو. در فرجام دور یکمی آزمون با غالبانی که راهخط برای اشتراک در دور دومی آزمون که از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد با دیپلم و تحفه‌های مولوی قدردانی می‌شوند. اینچنین به اشتراکیانی که در آزمون فعالانه اشتراک نمودند با سپاسنامه و تحفه‌های تأسیس نموده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینای شهر دوشنبه سرفراز گردانیده شدند.